سلام دوستان عزیز، امید که حالتون خوب باشه. محمد محمدی هستم. تو جلسه قبلی زبان و انواع زبان و لهجه رو مورد بررسی قرار دادیم، اما تو این جلسه زبان انگلیسی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. زبان انگلیسی یا English Language که میتونیم تنها انگلیش هم بگیم، ریشه‌تن از یک کلمه انگلیسی قدیمه یا Old English گرفته شده و آن کلمه انگلیسی قدیمه انگلش است. انگلش هم از ترکیب دو کلمه انگل و اش گرفته شده که انگل از نام اولین قبایلیه که در انگلستان ساکن شدن و این دو قبیله به نامهای انگلز و ساکسونز یاد می شوند که به فارسی هم به اونا میگیم انگل ساکسون ها. جزء دوم کلمه انگلش عبارت از اش می باشه که یه پسفنده و به معنای مرتبط با می باشد. بنابراین انگلش یعنی مرتبط با انگلو ساکسون ها. پس انگلش هم میشه مرتبط با انگلو ساکسون ها چون از همین کلمه انگلش گرفته شده. پس انگلش یعنی مرتبط با انگلز و ساکسونز. زبان انگلیسی از جمله زبانهای هندو اروپایی و از گروه زبانهای جرمنیک غربی و در تقریباً 50 کشور دنیا مانند آمریکا، استرالیا و بریتانیا به عنوان زبان رسمی انتخاب شده. از نگاه تاریخی زبان انگلیسی دارای 3 مرحله تاریخی بوده که عبارت از انگلیسی قدیمه، انگلیسی میانه و انگلیسی معاصر می باشد. دوره تاریخی انگلیسی قدیمه از زمان ایجاد این زبان الی سال 1150 میلادی ادامه یافته. دوره انگلیسی میانه از سال 1150 الی 1500 میلادی و دوره انگلیسی معاصر از سال 1500 میلادی تا الان ادامه داره. در این دوره‌های تاریخی زبان انگلیسی تکامل یافته و تحولاتی در آن ایجاد شده، هم از نگاه لغوی و هم از نگاه گرامری. به این دو مثال توجه کنید. در انگلیسی معاصر برای کلمه شما یا تو از کلمه you استفاده میشه، اما در انگلیسی قدیمه از کلمه thou استفاده میشده. همچنان معادل کلمه book در انگلیسی میانه book بوده، طوری که میبینید تنها یک حرف او کمتر داره، اما تلفظ هر دوتاشون یکیه. تا اینجا آشنایی کاملی با زبان، لهجه، زبان انگلیسی و نکات دیگر کسب کردید. از این به بعد وارد مباحث کاربردی تری میشیم. برای دانستن و درک بهتر یک زبان باید مجموع قوانین اون زبان را مطالعه کنیم که این قوانین در زبان فارسی به نام دستور زبان، در عربی به نام صرف و نحو و در انگلیسی به نام گرامر یاد می شوند. مهمترین بخش هر زبان هم گرامر یا دستور زبانشه و یادگیری دقیق و کامل این بخش حتمیه. کلمه گرامر از کلمه لاتینی گراماتیک گرفته شده و گراماتیک به معنای هنر حرف می باشد. این ریشه لغت گرامر، اما در تعریف گرامر گفته شده که تمام سیستم، ساختار و قوانین یک زبان به نام گرامر یاد می شود و یا مجموع قوانینی که برای بهتر فهمیدن یک زبان استفاده می شود به نام گرامر یاد می شود. گرامر یک علم گسترده‌ایه که دارای زیرشاخه ها یا ساب برانچز می باشد و این زیرشاخه ها عبارت از سینتکس، مورفولوژی، فونولوژی، فونتیکس، پراگماتیکس و سمانتیکس می باشد. البته که هر کدام از این زیرشاخه ها یه مبحث طولانیه، اما به طور خلاصه میتونیم بگیم که سینتکس از ساختار جمله و چگونگی ایجاد جمله بحث میکنه. مورفولوژی در رابطه به ساختار کلمه بحث میکنه. فونولوژی در رابطه به سیستم های صوتی یک زبان بحث میکنه. فونتیکس در رابطه به چگونگی ایجاد و درک یک صدا بحث میکنه. پراگماتیکس هدف و یا مفهوم یک جمله و یا یک عبارت رو مورد بحث و بررسی قرار میده و سمانتیکس معنای لغات، عبارات و جملات رو مورد بررسی قرار میده.
این مفاهیم رو بعداً با جزئیات بیشتر مطالعه می‌کنیم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.